به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. LMRNA یکی از بهترین سایت ها و ابزارهای مقایسه انواع هوش مصنوعی در مهمترین زمینه ها. این قسمت از ویدیوهای کانال یونی هوش اختصاص داره به یه سایت بی‌نظیر که میتونه به شما کمک کنه هم مقایسه کنید بین خروجی های مختلف هوش مصنوعی ها و هم بتونید به راحتی از همه‌شون استفاده کنید، اصلا با مدل های جدید آشنا بشید و نظرات تخصصی رو در این زمینه بررسی بکنید. آدرس سایت که مشخصه lmrna.ai، این بالا هم هستش، همون LMRNA رو اگر سرچ بکنید باز میشه. LM که مخفف لنگویج مدل، یعنی مدل زبانی، و آرنا هم به معنای عرصه، مثلا جایی که توش نبرد میکنن، مسابقه میدن، اینجوری. و اسم هم از این طریق انتخاب شده، به این دلیل انتخاب شده که یعنی یه عرصه‌ایه که ببینیم توی این مدل های زبانی کدوم بهتر عمل میکنن، حالا تو حیطه های مختلف. این سایت و این ابزار یه خلاقیتی بوده و یه نوآوری بوده از طرف یه گروهی از دانشمندا و یه دانشگاهی. خب یعنی کار علمی هم بوده، ولی سایت بی‌نظیریه. حالا وارد سایت که میشید، اول از همه توصیه میکنم از اون دکمه بالا که دکمه لاگین هست استفاده بکنید. حالا من وارد حساب کاربریم شدم با یه حساب گوگل که خیلی آسونه دیگه. حساب گوگل رو انتخاب میکنیم و وارد میشیم، یعنی کار سختی نداشت که بخوام اینم توی ویدیو قرار بدم. می‌خواستم سرعتمون بره بالاتر. این فضای چت کردنمونه که میتونیم چت بکنیم. اینجا احیانا حالا چند تا گزینه مثل همه چت باتا داره که میتونیم اگر خواستیم کد برامون بنویسه از این طریق این کار انجام بده، که حالا شروع هم میکنه به تغییر دادن فضا. مثلا اینجاست فضای خدمت شما عرض کنم کد نویسش که میتونیم استفاده بکنیم. فضای ساخت تصویرشه که از همینجا میتونه انتخاب بکنی. فضای وب سرچشه که میتونه توی اینترنت سرچ بکنه و اینجا میتونیم یه عکسی رو آپلود بکنیم و از اون استفاده بکنیم. و در نهایت هم که اینجا میتونیم میگه که پرومپتاتون مثلا میتونه اینجا ذخیره بشه. حالا وارد فضای اصلی داستان بشیم، یعنی که LMRNA رو چجوری کار بکنیم. دیگه من تون میگم، یه جایی تلفظش غلطه دیگه. حالت اول حالت بتله. تو حالت بتل وقتی شما یه سوال میپرسی، خودش به صورت رندوم 2 تا مدل زبانی رو میاره و جواب شما رو میده. شما ببینید کدومش چجوریه. مثلا من بهش میگم که دلیل اصلی گرمایش زمین رو از 3 دیدگاه بررسی کن. ببینیم که چی میگه. میگه که آقا قوانین ما رو میپذیری؟ میگم بله، چرا نپذیرم. خب شروع میکنه به جنریت کردن و انتخاب کردن 2 تا مدل برای اینکه جواب ما رو بده. خب همونطور که میبینید جواب هم متفاوته دیگه. این یعنی این که مشخصه که 2 تا مدل مختلف جواب دادن. و حالا الان اینجا نگاه کن، ما نمیدونیم که کدومش کدوم مدله، فقط میتونیم بگیم که کدوم بهتر. اول مثلا میگیم که جفتشون بدن یا جفتشون اوکیه، یا مثلا چپیه بهتر یا راستیه بهتر. مثلا من میگم که راستیه بهتر، رایت ایز بهتر. حالا الان اینجا برای ما مشخص میکنه که هر کدوم چه مدلی بودن. قاعدتا باید مشخص کنه برامون دیگه. خب ازمون هی هم این سایت یه ویژگی که داره، هی میخواد ببینه شما ربات نیستید دیگه. با کلادفلر هی ازتون اطمینان میگیره. این ور مدل کوئن 3 بود مثلا، حالا با 80 میلیارد پارامتر و فلان مثلا. این ور مدل فانتوم بودش. خب الان مثلا بعد از اینکه انتخاب کردیم گفت این خودش یه سرگرمی هست، یعنی یه سبکه. بعدم اینا کمک میکنه بهش. حالا بهتون نشون میدم کجا کمک میکنه که نظر کار قرار میگیره. حالت اول بتل بود. حالت دوم حالت ساید بای ساید. دقت کن اینجا هم ناکن، اینو باز بکنیم چت های قبلی اون رو نشون میده دیگه، مثل فضای چت باتا که این کار انجام میدن. حالا اینجا مثل گزینه داره، مثل اینکه دارک مود رو میتونید فعال بکنید و این حرفا. ساید بای ساید رو که انتخاب بکنیم اجازه میده به ما که بتونیم 2 تا مدل رو با هم مقایسه کنیم. ببینید اینجا مدل های زبانی مهم رو آورده دیگه. مثلا من الان اینجا ری رو چرا اینجوری آورده، اینجوری گفتم لوس بازیه. مثلا میتونم جمینای رو الان با کلاد مثلا مقایسه کنم، یا مثلا GPT 5 رو میتونم با جمینای مقایسه بکنم. خب دست خودم مثلا کوئن 3 رو.
میبینید هم مدل‌های مهم داره. مثلا من دوست دارم گروک 4 رو با مثلا جی پی تی 5 امتحان کنم توی یه سوال متنی. این دفعه دیگه بذار یه چیز بدیم بهش، تصویر بدیم بسازه. یکیش با گروک باشه، یکیش با جی پی تی باشه. مثلا بهش میگم که اینجا تازه میزنیم مدل تصویرساز رو میاره. مثلا میگم یکیش با این هانیون باشه، یه همچین تلفظی داره، یا با همون جی پی تی باشه، جی پی تی ایمیج باشه، یکیش با گروک ایمیج باشه. میخواستم گروک رو بررسی کنم، بذاریم داره اینجا. من گروک رو نمیبینم تو این مدل ها. خب بذار با مثلا کوئن ایمیج مقایسش کنیم. خب قطعا میزنه کوئن رو. بذار با سیدریم مقایسش کنیم. سیدریم 4 داره. آره سیدریم 4. این واقعا مقایسه جذاب. حالا اینجا پرامپت فارسی انگلیسی، مثلا فارسی میزنم یک کلاس درس در دانشگاه تهران. ببینیم که سیدریم چجوری میسازه و جی پی تی ایمیج چجوری میسازه. اینو میزنیم. میبینید با اینکه LMRNA یعنی قاعدتا مدل های زبانی لنگویج مدل ها رو مقایسه کنه، مدل های تصویرساز رو هم میاد برامون مقایسه میکنه. و از همه اینا جالب‌تره که این رایگانه. یعنی الان در خلال اینکه ما داریم اینا رو مقایسه میکنیم، داریم دو تا تصویر میسازیم. در خلال اینکه ما داریم اینا رو مقایسه میکنیم، ما داریم توی زمینه‌های مختلف جواب بهترین مدل‌های زبانی رو میگیریم. یعنی دیگه اصلا شما نیاز نداری که بری اکانت تهیه کنی. خیلی جاها میتونیم مثلا جواب تو اگه مخصوصا تک سال داری، حالا کارهای فرآیندی اگر داری فرق میکنه، خیلی خب میتونی استفاده بکنی. خب این تصویریه که سیدریم درست کرد و جالبم هست در خودش. این تصویریه که جی پی تی ایمیج درست کرد. خب من اینا رو مقایسه میکنم. حالا میتونیم مثلا بگیم که مثلا من میگم که left is better و جوابمو گرفتیم. میتونیم هم دانلود بکنیم اینجا تصویرمون رو. خب و دوباره ازمون میپرسه که آیا انسان هستی یا نیستی. عجب. خب اینم از این. پس اینجا میتونیم هم این ایمیج رو فعال کنیم، هم ایمیج هم نباشه میگیم آقا یه چت جدید دیگه، خودش میره توی چت جدید دیگه. اینجا میتونیم بریم تو سایت بای سایت و مثلا اینجا وب سرچ رو فعال بکنیم. اینجا مدلایی که وب سرچ دارن رو میاره. میتونیم کد نویسی فعال بکنیم که اینجا بتل مودشه که مثلا میتونیم از اون طریق کد نویسی امتحان بکنیم و حالا فضاش جدای دیگه. و فضا ایمیج هم که داشت. اینجا تو مدل‌های زبانی هم میتونید دیگه، یعنی مدل‌های زبانی مختلف هست. مثلا اطلاعاتتون هم میره بالا که چه مدلایی الان وجود دارن و مدل‌ها مثلا کدومش بهتر از بقیه اینا میتونید با هم دیگه مقایسه بکنید. اینم از این. و حالت سومش هم دایرکت چته. آقا شما دوست داری با یه مدل خاص فقط چت بکنی، اصلا دیگه این خود جنسه. یعنی شما به جای اینکه بری مثلا 10 تا چت مختلف باز بکنی، 10 تا هوش مصنوعی مختلف، از این LMRNA استفاده می‌کنی. خواستی از جمینای جوابتو بگیری، اینجا انتخاب می‌کنی. با کلاود خواستی، مثلا با جی پی تی خواستی، با کوئن خواستی، با چه میدونم جی ال ام خواستی، با گروک خواستی. می‌بینی مدل‌های مختلف داره دیگه. دیپسیک خواستی، میسترال حتی داره اینجا. مدل جما هم احتمال مثلا لانگ چت رو داره. مدل خوبی داره واقعا. یعنی مدل‌های مختلفی هست و اینا رو امتحان کنید، نتایج جالبی میگیرید ازشون. یه سری مدل‌ها اصلا به گوشتون نخوره ولی اینجا میتونید امتحانشون بکنید. اینم از این حالت. دیگه اینجا تو این منوش چی داریم؟ نیو چت که مشخصه اینجا هم که حالا فضای خدمت شما عرض کنم نشون دادن اکانتمونه. یه قسمت داریم لیدر بورد. این جالبه. خب اینجا واردش که میشی یه فضایی داره ببخشید که اومده مدل‌های مختلف رو بر اساس نظرات و حالا روش‌های مختلفی که هست خدمت شما عرض کنم تعیین کرد که آقا کدوم مدل بهتره. یکی بر اساس مثلا امتیازش، یکی بر اساس مثلا رأیایی که داده شده. خب تو همینجا مثلا الان داره مردم بازخورد میدن این بهتره یا اون دیگه. مثلا تو زمینه تکست حالا اینجا میتونی یه اوورویو داره که همه رو نشون میده. مثلا تو زمینه‌های مختلفت بریم پایین‌تر مثلا میگه که هر کدوم تو چه مثلا هیته قوی‌تر هستن. یعنی جدولای مقایسه‌ای و خیلی حرکت جذابی. مثلا میریم تو حوزه تکست ببینیم که کدومشون قوی‌تر. اینجا اولا که نشون میده تاریخ مثلا آپدیت کی بوده، میگه بر اساس چند تا رأی این کارو کرده و میگه بین چند تا مدله. 259 مدل مثلا و 4,461,000 رأی. بر این اساس مثلا داره میگه که خب جمینای 2.5 پرو از همه بهتر عمل کرده توی مثلا اوورال، یعنی تو همه زمینا. خب من میتونی شما مدل رو سرچ کنی ببینید مدلی که میخوای کجای کار. بعد اینجا میتونی تعیین کنی بر اساس مثلا امتیازش باشه، بر اساس مثلا رأی ها باشه، مثلا شرکتش رو اینجا مثلا، یعنی همه اینا رو میتونی تعیین بکنی که بر اون اساس این بیاد برای شما نظم بده و ببینی. علاوه بر این میتونی به جای اینکه اوورال باشه مثلا میگه آقا من میخوام فقط تو حوزه ریاضیات، مثلا تو حوزه مس میخوام ببینم کدومشون قوی تره، که مثلا اینجا میگه که
کلاد مثلا سانت مثلا 4.5 بهتر، بعد جمینای تو پرو، بعد مثلا اوتری بهتر. باز مثلا توی زمینه دیگه مثلا تو کدینگ، تو کد نویسی کدوم بهتره؟ احتمالاً باز کلاد اول باشه. کلاد اوله، بعد مثلا کوئن اوله، یعنی کوئن میاد، بعد جی ال ام. فعلا مثلا جالبه که جی پی تی انقدر رفت پایین. خب یا مثلا توی هارد پرامپتس که مثلا پرامپت سخت باشه، یا مثلا توی لانگر کوئری مثلا اینکه ذره مطلب زیاد میشه، توی لنگویج مثلا تو فلان زبان، حالا زبان فارسی اینجا نداره، و حالا روش‌های مختلفی که هست میتونید اینو بررسی بکنید تو حوزه‌های مختلف. مثلا تو ویژن یعنی اینکه خوب تشخیص بده تصاویر رو، مثلا میگه که جمینای 2 بهتره و چت جی پی تی، و حالا همینجوری روش. مثلا تو تکست تو ایمیج مثلا این میگه هانیان از همه بهتره. باز بعد جمینای جالبه، انقدر جمینای رای داره برای من جالب خودم. مثلا تو ایمیج ادیت مثلا مدل نانو بنانا میگه خوبه، بعد مدل سی دریم مثلا فور 2K خوبه. بعد هر کدوم از این مدل‌ها رو بزنی روش میتونی بری آقا با این مدل ببینی که مثلا این مدل کجاست و باش کار بکنین دیگه. مثلا سی دریم رو بزنی اینجا، مثلا این ای استودیو رو برام باز کرد برای اینکه این مدل کار بکنیم. اینجا مثلا فضای سی دریم رو باز میکنه و نشون میده بهم اون خود چیزو. خب میتونم بری تو خود چتش و اینا رو انتخاب کنی. در هر صورت اینجا میبینید مدل مختلف داره، یعنی استارت ووتینگ هم داره که میتونید شما بتل رو انتخاب کنی و باز کمک کنی بهشون که اینا این داده هاشون رو تکمیل کنن. پس یه کار چند جانبه است، هم به شما کمک میکنه مقایسه کنید بین مدل ها، هم میاد به شما نشون میده مقایسه بقیه رو که بهترین مدل ها رو بتونید انتخاب بکنید تو هر زمینه. اگرچه من به شما میگم مثل تجربه کاربری شما از یه ابزار خاص یا از یه مثلا بزنید مثال بزنم بهتر میگم از یه ماشین خاصه، شاید مثلا توی جمیع جنبه ها نگاه بکنیم، مثلا تو جهان بر فرض بگن بنز بهترین ماشینه، فرض داریم میکنیم دیگه. خب ولی شما مثلا با بی ام دبلیو راحت تری. خب چه با کلاس نمیگم بی ام و میگم بی ام دبلیو. خب یه وقت بحث اینه که آقا از لحاظ مثلا یه سری فاکتورهای خاصی کدوم بهتره، یا مثلا مجموعه آرا کدوم بهتره، خب بررسی میکنی و اون یه موقعی هم هستش که شما تجربه شخصی خودته، پس لزوما هرچی اینجا میگه با تجربه شخصی شما یکی نیست و شما ممکنه با این مدل دیگه راحت باشید. اینم از این قسمت، امیدوارم که مفید بوده باشه. مراقب خودتون باشید تا قسمت بعدی و کانالمون داشته باشید. ما هم ویدیوهای شورت آموزشی میذاریم، این مرتب آپدیت میشه. هم ماهی یه بار اخبار هوش مصنوعی توی کانالمون داریم، پادکست میکنیم و قرار میدیم و دیگه نیاز نیست برید کلی خبر بخونید، میاد پادکست رو گوش میدید، از همه خبرایی که تو دنیای هوش مصنوعی اتفاق افتاده با خبر میشید. و هم ویدیوهای آموزشی این سبکی داریم. مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی.